هدف زندگی چطور باید پلان شه بسیار مهم است. پیش از اینکه هدف پلان کنی باید بشینی از خود پرسان کنی که چی میخوایی. یک سوال بسیار خوب است. در این حالت هستی کجا میخوای بری؟ چرا میخوای دوجا بری؟ چی را به دست خواهد آوردی و اگر او را به دست خواهد آوردی باز چی خواهد شد؟ چی را از دست خواهی داد؟ بله و چی را از دست میدی؟ این یک سوالات بسیار مهم است و این را که جواب کردی باید یک ویژن داشته باشی. یک آرزو داشته باشی که در کجا میخوای بری. نمیتونی بگی یک سرک پرسان کنی که آقای سرک کجا میره او برات خود کجا میری؟ هر جایی که رفتم و میگه باز هر سرک بگی. نه، اول باید بفهمی کجا میری، چی میخوای و چرا او را تقاضا داری. سوالات بسیار مهم است و بدون شک برو زیر دایره اسلام ببین، زیر دایره جامعه ما ببین، زیر دایره خوبی در دنیا و آخرت ببین. او را که انتخاب کردی باز بسیار مهم است که ببینید چی من در خود دارم که دوج خود رسانده میتونم. یگان مردم تقاضاش کلانترین بلدینگ دنیا جور